سلام بچه‌ها، این ویدیو درباره اینه که اسکو چگونه عاشق میشه و اسمی نداره و خودتون برای چجوری اسم انتخاب کنید و تازه فهمیدم که اسکو چجوری لباسش عوض میشه. سعی میکنم لباسای اسکو به طریقه هم پسره و هم به طریقه دخترها منش کنم و این بازی جورایی شبیه بازی جیتایه. من هنوز نمیدونم که این لباسا چه شکلیه و چجوریه. بریم چه میکنیم. بچه من خودم از این لباس خوشم اومده ولی خب این لباس خیلی دخترونه به نظر نیست. بچه پسرها بیشتر این لباس یه جوریه. این لباس به نظر قشنگه، هم بزاره شاید دوست داشته باشن هم دختر. رنگ قرمز خوب نیست، اینجا خاکستری میکنم و اینجا قرمز نه، نارنجی قشنگه ولی خب سیاه یه جور چیز دیگه است. بچه آبی هم که خیلی شاید دخترها رو دوست نداشته باشه. رنگ هم سیاه تنجمون چون سیاه هم دخترها رو فکر کنم دوست داشته باشن پسرها رو من نمیدونم چون شما دوست داریم. مدلمون بچه ها حتما باید عوض کنیم و این اصلا خوب نیست. این هم قشنگه ولی خب نه. وای چه کیوته ولی خوشه پسرها دوست نداشته باشه. به نظر من این قشنگه، سیاهش میکنم و این چیه چیکار میکنم صورتش تغییر میکنم چون من نوبم. ولی خب بچه دیگه سعی خودم میکنم تا یاد بگیرم. خیلی ویدیو دیدم تا بفهمم بازی ساکورا اسکو چه شکلیه و چه جوریه و چجوری باید باش بازی کنم. به نظر من این صورت سه خیلی خوبه. رنگ چشم بچه واقعا قشنگه ولی من نمیکنم ولی به نظر خوشگله. رنگ چشم رو میدم آبی و این چی میکنی؟ گوشواره گوشواره خوب بذارم شاید پسرها دوست نداشته باشم و نمیتونم قشنگه خودشون رو باز کنم. نه بچه این دیگه خیلی سفیده و خب این یه جوری خیلی معمولی و نه این نه این خیلی خوبه عالیه و این شد که شخصیت دخترم اینجوری و چی میکنم بازی میشدم این و من که وارد بازی میشم و خب بچه وای بچه هنوز اینقدر بازی رو دوست دارم و بچه برای اولین کار دارم خب ماشین رو رنگی رو عوض کنم. تا جایی که من میدونم رنگ ماشین رو داخل تعمیرگاه عوض میکنم، یعنی شاید نمیدونم چون من ویدیویی که دیده بودم رنگ ماشین رو اونجا عوض میکردم. بریم تعمیرگاه سفر ماشین شد بریم تعمیرگاه. بچه من حسابت رو سر نره همین دست قیمتش هم خوب بچه بچه سیاهش میکنم میگه گفتم که هم پسر شدم دخترها. بس برگردیم خونه بچه برنگردیم و بچه برای عاشق مسلمه باید یکی رو پیدا کنیم که عاشقش بشیم. عاشق روحا که نمیتونه بشیم. بس متاسفانه بچه مدرسه هم شروع شده. از مدرسه ها اینقدر بدم میاد. در جایی که من میدونم اینجا یه پسر هست که اسمش بویه. بچه برای شخصیت دختر و پسر خودتون یه اسم انتخاب کنید. برای شخصیت های دختر بچه و پسر بچه حالا نمیدونم اسم میتونم بذارم یا نه یا اون گربهه نمیدونم اسم میتونم بذارم یا نه ولی خب شما یه اسم انتخاب کنید. بچه مطالعه منجام اونجا میدونم آرایشگاهست و پسره چون زیادی مدلش خوب نیست میبرمش آرایشگاه. بله میریم خیلی آرایشگاه. بچه من میخوام که یه دونه سریالم درست کنم ولی اسم سریال خودتون بگین دوست دارین چجوری باشه. این مدلش خوشگله، دوست دارین چجوری باشه، اکشن باشه، عاشقانه باشه، اسمش یا شخصیت اصلی نه بگید و من میرم لباسای پسره رو عوض کنم. بچه لباسش بچه باید یه جوری باشه که هم دختره دوست داشته هم پسر. اگه من خواسته باشم
این لباس رو بذارم، خب این لباس رو شاید دختر دوست نداشته باشم و این لباس هم خیلی رسمیه، خوب نیست. و یه دونه لباس که ازش خودم خوشم میاد که نمیدونم شما ازش خوشتون میاد یا نه، ولی این نه، این هم نیست. نه بابا، این لباس به نظرم خوبه، قشنگه، فقط رنگش یکم مشکله، رنگش هم باید تاریک. این پشت داره، خونش پشت داره بچه، بریم تو پشت ببینیم چیه. بچه رنگ لباس یه جوریه، خیلی رنگش رسمیه به نظرم، دقیقا رنگش هم تیره هست نیست، پس رنگش رو یه جورایی به سلیقه دختر و پسر رو درست میکنیم. بچه که من میدونم پسر رو رنگ آبی رو دوست دارم، نمیدونم حالا، خب من خودم دخترم ولی رنگ آبی رو دوست دارم، چرا؟ و این رنگ قرمز نه، قرمز بد این نه، آبی، اینو آبی کنم، آره دیگه اینو آبی کنم و این یکی رو مثلا صورتی کنم. خودم بنفش دوست دارم ولی خب صورتی میکنم. بچه وات چجوری بود؟ اینو میزنم میرم این نارنجی شد، اینم نارنجی شد و این چه خوشگله. اینو فهمیدم باید اینو قرمز، نه اینو آبی کنم، آبی یکم تیره تر، بعد اینم که صورتی کنم. بچه چه دلقه شدم، چرا؟ نه بچه خیلی جایی دلقه شدم، خیلی رنگش شده، نه این جاشو من شد دلقه کرده. بچه بیرم رنگ نارنجی بزنیم چون من نارنجی هم دوست دارم، رنگی که دختر رو دوست دارم، پسر رو دوست دارم نظر من، چون بزن رنگ فرق نمیکنه، پسر دختر نداره رنگ. و با دست دختره رو بگیرم، نه اول برم زارو رو پیدا کنم، تا جایی که من میدونم زارو داخل خونه گروله که باید درش اسم انتخاب کنم، اینقدر نگم بهش گرو داخل اون اتاق که خود گرل نیست، مال یکی دیگه است کنم. اینو برداشتم، بعد میرم دست دختر میگم و اونو میرم یه دونه کافه خیلی دوره ولی خب سعی میکنم زود برسونم اینا به کافه. حالا میریم دستشو میگیریم و میبریمش کافه یا رستوران، نمیدونم کافه رستورانم. دستشو اول باید صحبت رو بزنم. دستشو گرفتم که باله دستشو گرفتم. حالا باش دست رو فیل میکنم، میش میام دید دوباره داره میاد بعد سوار ماشین میشم میرم کافه دیگه. کافه تا جایی که من میدونم زوره ولی سعی میکنم شما رو برسونم، چون من هنوز رانندگیم بده، هنوز خوب نشدم، هنوز رانندگیم خیلی بده و باید رانندگیمو درست کنم. بچه‌ها رانندگیمو درست کنم. ببین اینجوری خرابش میکنم. از ویدیو قبلی خنده دار ولی سعی میکنم ویدیوهای بعدی رو هم خنده دار تر بذارم. من خواستم چالش هم بذارم بچه‌ها براتون، مثلا 2 تا چالش مد نظرم هست که حالا شما نمیدونم چه چالشی میخواین، ولی من یه دونه چالش با آبه که نباید بخندم، یه دونه چالش هم که یک قاشق پودر لیمو خوردنه بچه‌ها، که اگه بخوام چالش پودر لیمو خوردن رو بذارم براتون دیگه تا یه ما بعدش فکر نکنم بتونم براتون ویدیو بذارم، چون صدام میگیره و هنوزم مریضم و صدام گرفته و نمیتونم براتون ویدیو بذارم. اگه چالش با آب بخوایم، چالش با آب خیلی طول میکشه.
یعنی چی نمیشه میزنم آسمون رو زمین بریزه این کار تا وقتی تموم نکنه که خون نمیره میزنم لب تیغ من لب دشمن یه بوسه بچینه تو هم بدو شاید رو ببینی همه شدن قریبه هرچی که دست میزنی به تنهایی شبیه شک توی کمینه به خودت برس انگار خود واقعی که جای دیگه است توی قرینه اولم یه دیوانگی بود که عاقلانه بود باز قاطعانه ایستاد قاطعانمون زندان و جنگ نابرابر حلقه های زنجیر حاله های نور ناامیدی روانت نشونه میره بدون میوه بدون ریشه کنده که منتظره بسوز سینه قبطه‌ای که تو گلو نمیره ولی تحمل کن فقط یه روز دیگه اگه با هیچ وقت نمیخندن اگه حرفاتو هیچ وقت نمیفهمن اگه تنهایی باهات نمیگردن اشکال نداره همه نمیفهمن اگه با هیچ وقت نمیخندن اگه حرفاتو هیچ وقت نمیفهمن اگه تنهایی باهات نمیگردن اشکال نداره همه نمیفهمن یعنی چی نمیشه کاری میکنی ببینی شو نفسای آخر رو بزنه بمیره صبح دستی که دست به دامنه نمیشه مشت برانداز به هر کسی که نمیشه گفت اراده آهنیمون نمیشه زود حتی اگه آسمون آتیش بگیره گل بریزه سر براده هامون نمیشه شد من وایسادم منو نمیشه کش منم و راه منم و مقصد منم و باد منم و مشعل منم و خاک منم و نفسم ولی من اگه تو نباشی منم و سنگر زانو میزنم رو زمین سرد میبندم دشمن بمیره بریزه عشق زر نوشته میگیرم تو مشت بگیره دسته ایران و شونم تو بمیرم تش اگه با هیچ وقت نمیخندن اگه حرفاتو هیچ وقت نمیفهمن اگه تنهایی باهات نمیگردن اشکال نداره همه نمیفهمن اگه با هیچ وقت نمیخندن اگه حرفاتو هیچ وقت نمیفهمن اگه تنهایی باهات نمیگردن اشکال نداره همه نمیفهمن خیلی خوب بچه‌ها یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنین اگه لایک زیاده بگیره یه دونه سریال خیلی توپ با خوشگل براتون میذارم دست دختره رو بگیرم بچه اگه از ویدیوهای من بدتون میاد بگین دیگه براتون ویدیو نذارم خیلی خوب بچه‌ها این غذا رو انتخاب میکنم آره دخترش خیلی سلیقه قشنگ داره وایی خیلی خوب الان مثلا داریم حرف میزنیم خیلی خوب دست دختره رو بگیرم دوباره آره ببرمش اسکله و داروها رو بهش بدم دارو مجونه چیه همه بهش بدم باید برم مدرسه جایی که دوستش ندارم هنوز منتظر هستم تعطیلی دوباره زیبایی دوباره بهار دوباره خود خیلی خوب بزن دارو رو بهش بدم دیگه این دارو بود یس آیا حالا اینو بهش میدم بخوایش خودیش داری میخوایی خب لا الان اینو اوه سنه بزا ویژه سال خب دسته رو میگیریم و الانم که عاشق شدم بچه لطفا لایک کنید خیلی کم لایک دارم و سابسکرایب کنید لطفا بای